مادر ما در تمام دنیای مادرها ارسال بکنید. مادر جان در کامنت تو پسرت چی بگو؟ آیا پسرت زنده است؟ آیا پسرت مرده؟ مادر جان اینمی داغی که تو دنیمیجا داری فعلا من به حیث پسرت صدا بلند میکنم و تمام مادرهای افغانستان بشنوه. مادر جان اینمی داغی که تو داری، اینمی مشکلاتی که تو داری، اینمی مشکلات را همه دارد. بسیار مادرهای زیادی هست که حتی فرزندش روش ندیده در مسافرت. فرزندم کجا رفت کجا نرفت. مادر جان کامنتی که تو برای ما دادی فقط دست به خدا دعا بکن. خدایا بگو برای پسرم کمک بکن یا زنده ایش یا مرده ایش پیدا شوه. مادر جان من هیچ چیز در جوابت گفتنی ندارم و هر مشکلاتی که میبینی این سر ما همه افغانا و همه مادرهای افغانستان جیگرشان خون است. برای تان چی بگو مادر جان؟ مرز است، قچاق است، یا میایه یا نمیایه، یا تیر شید یا نشید یا مرد. مادر جان من هیچی گفته نمیتونم. متاسفانه یک پسری نالایقت صدا بلند میکنه و شما هم به تمام ملت افغانستان ارسال بکنید. فعلا خدا نگهدارتان.